به خیال خودت یه جدایی ساده بود، اما از من انگیزه ادامه زندگی رو گرفتی. از من چیزی رو گرفتی که حتی رمق پس گرفتنشو ندارم. به من بی خوابی و معده درد دادی، خیره شدن به یه جا رو دادی، بی اختیار تکون دادن پا رو دادی، لاغری و سفید شدن موهامو دادی، شب بیداری تا صبح دادی، اضطراب دادی، بی اعتمادی به آدما رو دادی. چیزایی که گرفتی و چیزایی که دادی اصلا عادلانه نبودن. نفرتت نمی کنم، انتقامم نمیگیرم. احساس من که کشته شد. چی ازت بگیرم که تاوانش باشه؟ چی ازت که تاوانش باشه؟